وزارت تندرستی تاجیکستان روز 7 دکامبر سال 2023 با نشر یک مطلب مفصل آوازه ها درباره گویا در جمهوری پیدا شدن نوع کرونا ویروس اومیکرون رد کرد و گفت معلومات مذکور اساس واقعی ندارد و حال بیماری های شدید راههای نفس در کشور در گردش هستند، نه یگان نمود ویروس خطرناک. وزارت گفت امروزها از نفرانی که با نشانه های بیماری های شدید راههای نفس به مؤسسه های طبی جمهوری مراجعت می کنند، تشخیص بیماری کووید 19 نیز گرفته می شود، ولی خوشبختانه نتیجه تشخیص ها نشان می دهند که تا کنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. وزارت به این دلیل از همه خواسته است که به چنین معلومات اغوا انگیز باور نکنند، بلکه با استفاده از توصیه متخصصان سوه خود و نزدیکانشان را از بیماری های شدید راههای نفس امین نگاه دارند. این در حالی است که چند هفته باز ساکنان تاجیکستان از گرفتار شدنشان به یک نوع خیلی سخت‌تر خبر داده تخمین میزنند که این ظاهرا کرونا ویروس است. از جمله آنهایی که در وقتش کرونا ویروس را از سر گذرانیدن می نویسند که این به اصطلاح گریپی که گرفتارشان کرد حتی از کرونا ویروس سخت‌تر پس سر شده ایستاده است. از این رو برخی از ساکنان به شهر وزارت با نظر شبهه نگاه میکنند، از جمله با در نظر داشته سابقه این وزارت که حتی در روزهای اوج کرونا ویروس در سالهای 2020 و 2021 که هزاران نفر گرفتار ویروس شده بودند، آمار واقعی گرفتاری به کرونا ویروس و تلفات از این بیماری قتل را پنهان میکردند. ولی وزارت تندرستی در اظهاراتش با آمدن موسم سرما افزودن شماره گرفتاری بیماری های شدید راههای نفس را یک حالت معمولی نامیده، نوشت که گریپ نیز یک بیماری شدید سرایتی راههای نفس به شمار می رود و به آن اشخاص تمام سن و سال، علل خصوص کودکان و پیرانسالان که ایمونیتت ضعیف دارند گرفتار می شوند.